سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. به یک جلسه جدید از آموزش زبان اسپانیایی با فرلان خیلی خوش اومدید. خب امروز میخوام درس جدید بهتون بدم. جلسه پیش تا صفحه 49 کتاب رو بهتون درس دادم. امروز میخوام صفحه 50 بهتون درس بدم. خب شروع کنیم. Ámbito 2, un día de fiesta. یه روز جشن. fiesta یعنی جشن. خب یا مهمونی. La parte 5, قسمت 5 میگه lee estos carteles de festival de otoño y anota la frecuencia de cada evento. evento یعنی رویداد. میگه این کارت ها رو بخون، کارت های جشن هستش و نوت برداری کن از تکرارشون، تکرار هر رویدادی که اتفاق میفته. خب اول براتون معنی کنم. اولیش میگه funciones de teatro. funciones اینجا به معنی هم پرفورمنس میده، یعنی اجرای تئاتر، که حالا یه عدد کنارش زده 3، یعنی 3 بار مثلا این اتفاق میفته. 8 نوامبر رو داره میگه. موسیقا y danza al aire libre. موسیقا یعنی هم موزیک، danza یعنی رقص، al aire libre. aire libre یعنی فضای باز، رقص و موزیک تو فضای باز. concierto به معنی کنسرت. بربناس اینم یه نوع جشنه، یه نوع فستیواله. خب یه عدد کنارشون زده، ترس، دوس، اونو، ترس. خب بعدیش 16 نوامبر که حالا همونه ولی خب عدداش فرق کرده. بعد حالا به عنوان مثال خودش چیزی که گفته میگه a veces یعنی بعضی وقتا، گاهی اوقات. hay وجود دارد. dos verbenas 2 تا فستیوال بربنا وجود داره. pero اما generalmente تو حالت کلی جنرال hay 3 تا وجود داره. خب ما نگاه میکنیم به اینا. مثلا funciones de teatro توی کارت هایی که اینجا برامون زده، توی یکشون 1 زده، یکشون 3 زده، یکشون 7، 4، 3. خب بیشترینش 3. حالا به عنوان مثال من اگه بخوام یه مثال بهتون بگم براتون می نویسم اینو. میگم a veces گاهی اوقات یا بعضی وقتا، a veces hay وجود دارد. مثلا 7 funciones de teatro. 7 funciones de teatro. pero اما generalmente hay وجود دارد 3، چون تو بیشتریاش گفته 3 دیگه، عدد 3 رو بهمون میگه. pero generalmente hay 3. مثلا conciertos اینجا بهمون 3 داده، اینجا 4 داده، بعدیش 1، 4، 1. خب بیشترش 1. میگم a veces بعضی وقتا، a veces hay مثلا 3 conciertos. pero generalmente hay 1. خب این از این. الان شما به راحتی میتونید مثال بسازید. مثلا با موسیقای دانسا، نوشه دوباره funciones de teatro. خب قسمت بعدی la parte 6 escucha a Ana y a Pilar conversando acerca de lo que hace normalmente en Nochevieja. completa el diálogo. میگه به آنا و پیلار گوش کن، به کانورسیشنشون گوش کن که acerca de درباره چیزی که معمولا انجام میدن توی نوچه‌ویجا. نوچه‌ویجا تو ویدیو قبلی بهتون گفتم آخرین شب سال رو میگن نوچه‌ویجا. کامل کن دیالوگ رو. خب حالا بریم یه بار گوش کنیم.
بعد کامل کنیم جای خالی رو. Lección 3. Ámbito 2. Ejercicio 6. Hola, Ana. ¿Qué tal? اولا آنا که تل، میگه سلام آنا حالت چطوره. که تل حالت اینفورمال داره، وقتی با یکی مثلا صمیمی هستی میگی که تل، یعنی چطوری. Hola, Pilar. Bien. اولا پیلار بین، سلام پیلار خوبم. بین یعنی خوب. Busco un vestido para Nochevieja. بوسکو اون بستیدو پرا نوچویخا. بوسکو یعنی میگردم، از فعل بوسکار میاد به معنی همون سرچ گشتن. اون بستیدو به معنی لباس، پارا برای نوچویخا، برای نوچویخا همون آخرین شب سال. اگه بخوام فعل بوسکار رو براتون صرف کنم تو زمان حال ساده، خب خیلی ساده است، مثل فعل آبلار. بوسکو، بوسکاس، بوسکا، buscamos, buscáis, buscan. Ana, ¿qué haces en Nochevieja? ¿Qué haces en Nochevieja? میگه خب Nochevieja چه کاری انجام میدی؟ از فعل hacer میاد. ¿Qué haces؟ چه کاری انجام میدی؟ چی کار میکنی؟ فعل hacer فکر کنم قبلا بهتون گفتم یه فعل بیقاعده است. تو زمان حال ساده اول شخص مفردش بیقاعده صرف میشه که میشه hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Este año voy a hacer lo mismo que todos los años. Este año امسال voy a hacer انجام خواهم داد یا میخوام انجام بدم lo mismo que todos los años. lo mismo همون the same، این چیزی که همیشه انجام میدیم. میگه امسال میخوام همون کاری رو انجام بدم که سالهای دیگه یا هر سال انجام میدم یا هر سال انجام میدادم. Siempre hago lo mismo. siempre hago lo mismo، همیشه یه کاری رو انجام میدم. پس چیزی که اینجا گفت و نوشته نشده siempre یعنی همیشه. siempre hago lo mismo. Yo también. yo también منم همینطور. Ceno con mi familia. ceno con mi familia با خانوادم شام میخورم. ceno فعل سنار هست، شام خوردن. خیلی ساده هم صرف میشه. ceno، cenas، cena، cenamos، cenáis، cenan. con یعنی با، می فامیلیا یعنی خانوادم، با خانوادم شام میخورم. ای و Y normalmente mi madre y yo hacemos la cena. y normalmente mi madre y yo hacemos la cena و معمولاً من و مادرم، حالا تو فارسی میگیم من و مادرم، تو اسپانیایی میگیم مادرم و من. mi madre y yo hacemos la cena، من و مادرم شام درست میکنیم. hacer la cena پس شام خوردن، سنار خودش هم میشه cena. hacer هم که معنی درست کردن. hacemos la cena شام درست میکنیم. پس کلمه‌ای که جا افتاده normalmente معمولاً. normalmente معمولاً من و مادرم شام درست میکنیم. خب بعدیش ادامه دیالوگ. ¿Qué soléis cenar? که soléis cenar، که soléis cenar معمولاً چی میخورید؟ چی شام میخورید؟ یا برای شام چی میخورید؟ چی عادت دارید شام بخورید؟ فعل سولر رو جلسه پیش بهتون توضیح دادم، برای انجام عادتها استفاده میشه. Depende. depende یعنی بستگی داره. فعل depender یعنی بستگی داشتن. حالا اینجا سوم شخص مفرد صرف شده، میگه depende بستگی دارد. خب بعدیش A veces cenamos marisco y otros años cenamos carne. a veces یعنی بعضی وقتا cenamos marisco غذای دریایی میخوریم. y otros años و سالهای دیگه cenamos carne گوشت میخوریم. پس carne میشه گوشت، cenamos که شام میخوریم دیگه. پس کلمه که اینجا جا افتاده a veces هستش. a veces یعنی بعضی وقتا. خب ادامه. Nosotros nunca cenamos carne. Nosotros nunca cenamos carne.
میگه ما هیچ وقت گوشت نمیخوریم. پس کلمه که جا افتاده نونکا هستش، به معنی هیچ وقت. Nosotros nunca cenamos carne. ما هیچ وقت گوشت نمیخوریم. No nos gusta mucho. No nos gusta mucho. خیلی دوست نداریم، یعنی منظورشون گوشت دیگه. خیلی از گوشت خوشمون نمیاد. فعل گوستار هستش که حالا صرف فعلش با صرف فعلای دیگه متفاوته. حالا اینو یه روز بهتون درس میدم. Y ya sabes, Y ya sabes، میدونی که después de cenar, después de cenar، después یعنی بعد، después de یعنی بعد از، después de cenar بعد از شام خوردن. tomamos las uvas. tomamos las uvas، uvas به معنی انگور، انگور میخوریم بعد از شام. فعل تومار معنی زیادی داره. اینجا به معنی خوردن هستش، معنی نوشیدن هم هست، معنی گرفتن هم میشه، ولی اینجا به معنی خوردن. میگه بعد از شام انگور میخوریم. ¿En casa? en casa در خانه، تو خونه. Bueno, generalmente sí. bueno خب generalmente sí. generalmente یعنی همون جنرالی، تو حالت کلی. سی، بله. پس کلمه‌ای که جا افتاده generalmente، generalmente، generalmente sí. Yo nunca las tomo en casa. yo nunca las tomo en casa. من هیچ وقت تو خونه اونا رو نمیخورم. منظورش همون انگورها هستش دیگه. از کلمه‌ای که جا افتاده بود نونکا، هیچ وقت. این لاس از ضمیر استفاده کرد، به جای که بیاد دوباره بگه اوباس، از آوردن دوباره اسم جلوگیری کرده، اومده از ضمیرش استفاده کرده. پس میشه آنها، من اونا رو تو خونه هیچ وقت نمیخورم. منظورش انگوراست. Siempre en la Puerta del Sol, con mis amigos. siempre en la Puerta del Sol con mis amigos. همیشه. پس کلمه‌ای که جا افتاده siempre هستش. siempre همیشه در Puerta del Sol که فکر می‌کنم اسم یه مکان باشه، با دوستام. con mis amigos، amigo به معنی دوست. ¡Qué divertido! که دیورتیدو، چه لذت بخش. دیورتیدو به معنی لذت بخش. این که آورده معمولا وقتی که رو که بالاش تیله داره استفاده میکنیم، توی سوال استفاده میکنیم. مثل اینجا داشتیم میگفت که آثس، چه کاری انجام بدی، انو چه بیخست. ولی این علامت سوال نداره، علامت تعجب گذاشته اول و آخر جمله. اینا بهش میگن las frases exclamativas، جملات تعجبی که میاریم که رو اینجوری با تیله استفاده میکنیم. که دیورتیدو، چه لذت بخش. مثلا میخوام بگم چقدر گرسنمه، این چقدر با که میاد که حتما تیله میگیره. میگم که امر تنگو، چقدر گرسنمه، که حتما باید اول و آخر جمله هم از علامت تعجبی استفاده کنیم. حتما علامت تعجبی اول باید برعکس باشه، دومیش خب همون ساده باشه دیگه. اگه به سوال هم دقت کرده باشین، توی زبان اسپانیایی ما برای سوال پرسیدن موقع نوشتاری حتما قبل سوالی علامت سوال برعکس میذاریم، بعدش هم آخر سوالم یه علامت سوال خب معمولی. خب این فایدهش اینه که وقتی ما داریم میخونیم این علامت سوال اولو که میبینیم به حالت برعکسه، میدونیم که آقا این سواله، پس باید این اینتونیشن رو رعایت کنیم. این تون خوندنمون به صورت سوالی باید باشه. خب بقیه مکالمه که دیورتیدو، چه لذت بخش. خب بعدیش Yo después de las uvas, میگه من بعد از انگورها normalmente me voy a una gran fiesta hasta el amanecer. نورمالمنته کلمه که جا افتاده نورمالمنته. معمولاً voy a una gran fiesta، میرم به یه جشن خیلی بزرگ با شکوه. hasta el amanecer، hasta یعنی تا سحر. amanecer یعنی سحر یا موقعی که مثلا صبح خیلی زوده بهش میگن amanecer. Es lo más divertido. es lo más divertido، این لذت بخش ترینه.
Yo nunca voy a fiestas. Yo nunca voy a fiestas. من هیچ وقت به جشن نمیرم، به مهمونی نمیرم. پس کلمه که جا افتاده nunca، هیچ وقت. A veces estoy en la calle. A veces estoy en la calle. بعضی وقتا تو خیابونم. پس کلمه که جا افتاده a veces، بعضی وقتا. اما اینجا منظورش کایه، خب شاید برای ما یه ذره عجیب باشه، ولی خب تو اسپانیا خیلی مثلا جشنای خیابونی دارن، یه چیز نرماله. توی سری جشناشون توی خیابون مثلا راه میرن، موزیک گوش میکنن، یه سری گروه ها میان مثلا نوازندگی میکنن یا میرن بار. Y otras veces estoy en los bares. Y otras veces estoy en los bares. و بعضی وقتا otras veces. و گاهی اوقات estoy en los bares، توی بارها هستم. خب بقیهش No me gustan las fiestas donde hay tanta gente. No me gustan las fiestas donde hay tanta gente. میگه من دوست ندارم مهمونیایی که یا جشنهایی که خیلی آدم اونجا وجود داشته باشه. خنته به معنی مردم، tanta gente سینونیم ده mucha gente، یعنی آدمای خیلی زیادی. donde hay جایی که وجود دارد، افراد زیادی. خب این تموم شد. میتونید رو دوباره برای خودتون گوش کنید و این فرکانسی ادوربار با هم تمرین کنید. مثل نونکا، هیچ وقت، generalmente، normalmente، معمولا، otras veces، گاهی اوقات. خب اینم از صفحه 50 کتاب. امیدوارم که براتون مفید باشه. حسابی این قسمت رو تمرین کنید که بهتر یاد بگیرید. تا جلسه بعد، hasta luego.